سلام، روزتون بخیر. امروز هم میخواییم با شما ضرب سریع رو کار کنیم. چه ضربی؟ ضرب هر عددی در 11. چطور میشه اینو سریع حساب کرد؟ خیلی ساده است. هر عددی ضرب در 11 بخواد بشه، اون عدد رو که حالا 2 رقمی از 3 رقمی هست، رقمای کناریش رو مینویسیم کنار، یعنی 2 اینور 5 اینور، بعد با هم جمع میکنیم، میشه 7 میاد وسط، میشه 572. اگرم مثل اینجا بود که الان نیا کنید 8 و 5 رو من مینویسم، بعد با هم که جمع میکنیم میشه 13. 3ش میاد اینجا، 1ش میاد رو این، میشه 9. حتی اگر رقم‌های بیشتری هم داشت همینطور، شما رقم‌های کناریش مثل 2 و 5 رو بنویسید. حالا جفت جفت با هم جمع کنید. 5 و 1 6، 1 و 4 5، 4 و 5 9، 5 و 2 7. به همین راحتی.